محمد فرمودن که خواستار بیان شیوای شما در مورد ظهور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف هستن. عرض کنم خیلی محبت دارید که بیان منو شیوا میدونید، ولی عرض کنم در این خصوص انشاءالله به زودی مقالاتی رو خدمتون تقدیم میکنیم. البته کتاب هم داره، همینا کتاب داره، همین مطالبی رو که به صورت مقاله مطالعه فرمودین همشون کتاب دارن، ولی فعلا آب دریا را گر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. فعلا حالا با خودمون هم هممون داریم با یه مقالاتی سر میکنیم، چون بحث موعود بحث دقیق و بحثی است که باید حق مطلب و دین مطلب ادا بشه که در این مختصر اجازه بدین نمی گنجه و خودش یک زمان و تعریف دقیقی میخواد. فقط یک کلمه تا انشاءالله موعودیم که در واقع موعود استاد دوره دکترای بشریت. پس ببینید این تعریف دقیقه، یعنی زمانی که بشر به فوق لیسانس برسه. خب اگه بشر فوق لیسانس نگیره یه استاد دوره دکترا بیاد چیکار کنه؟ پس ببینید درجه استاد دوره دکترا اومده، بعد سری سیکل و غیره و فلان و کلاس 6 دبستان و مثلا فرض کنید اینا اونجا نشستن، آیا میتونن از این استاد استفاده بکنن؟ بعد استادم نگاه میکنه اینه که در واقع چی بگه. بنابراین این مسئله یک جوری لازم و ملزوم همدیگه هستن که ما بتونیم از محضر موعود استفاده بکنیم. بر خدمتون عرض کردم که همه اینا آمادگی هایی میخواد. همین که ما بگیم مهدی بیا مهدی بیا و شاید این جمعه بیاید، شاید این کافی نیست. خب آیا 313 نفر هستن که به دوره فوق لیسانس دوره به اصطلاح بشریت رسیده باشن به نظر شما؟ خب بنابراین یک موضوعی هست که چون کار بزرگی قرار انجام بشه، یعنی قرار همه آگاهی‌های بشر جمع بشه، نتیجه گیری بشه، جمع بندی بشه، به یک نمود عملی برسه. دجال از اون ور، موعود از این ور، اینها برای جمع‌بندی های میان، برای بحث بازی نیست، بحث بازیچه نیست. خب ما چه باید بکنیم؟ ما چه آمادگی هایی باید داشته باشیم؟ ما فقط باید بشینیم میگیم که مهدی بیا مهدی بیا و تمومه؟ مسلما اینطوری نیست و ما هم مورد بازخواستیم. یعنی اگر قطعا تشریف بیارن از اونهایی که در آن زمان قرار دارن مورد بازخواست قرار میگیرن که شما چه کردین؟ چه آمادگی دارید؟ چی بلدید؟ چی یاد گرفتین؟ خب و اون فوق لیسانستون کجاست؟ که همینقدر من پسنده میکنم، چون این دیگه باب صحبت‌های زیادی رو باز میکنه. فقط این موضوع خیلی جدی و موضوعی است که به طور ویژه و تخصصی بایستی مورد ارزیابی قرار بگیره.